الو. خب بگو. ما از ساعت 3:30 راه افتادیم از لاب دیگه. اونجا جمعیت پر بود، همه رو به سمت میدون آزادی راه افتادیم تو سکوت. هیچ کسی هیچ حرفی نمیزد، هیچ شعاری نمیداد، همینجوری سکوت کردیم و راه افتادیم. رفتیم تا به آزادی رسیدیم، یه 3 ساعتی طول کشید تا به آزادی رسیدیم. بعد که رسیدیم ما خیلی از جمعیت همینجور دور میدون آزادی و موسوی و کروبی هم اومدن توی جمعیت. موسوی بود، کروبی بود، خیلی از بازیگرا بودن، همه بودن. بعد همینجوری که رفتیم نصفی رو برگشتن، یعنی نصف جمعیتی که ما داشتیم دور میدون رو زدن، دیگه نزدیک شب شده، یعنی نزدیک غروب بود. بعد یهو دیدن که تو میدون آزادی که بودیم یه ساختمون هستش سمت شمال آزادی، مال بسیجیاست. خب آره. ساختمون بسیج بود. جمع ساختمون بسیج آتش سوزی راه افتاده بود، یه آتش خیلی بزرگ، یه ساختمون آتش زده بودن. بعد از اونجا صدای تیراندازی اومد. وقتی همه حالا تو سکوت بودن. البته اون موقع یه سری نمیدونم ارزلوباش بودن کی بودن، اومدن واسه شعار دادن که همه مردم هی دیگه گفتن ساکت ساکت، هیچکس شعار نده، اینجوری بود. بعد دیگه تیراندازی که شد، همه رفتن به سمت تیراندازی، یعنی کل اون جمعیت که تو میدون آزادی بود به سمت تیراندازی و ساختمون بسیج حمله کرد. بعد بسیجیا مستقیما، یعنی دیدیم قشنگ هممون که یه تیر زدن توی اولین کسی که کشته شد، تک تیرانداز بسیجی زد توی دهن یه جوونه، همونجا کشته شد اون جوونه. بعد دیگه همجوری حالا کشته یه نفر رو من دیدم کشته شد، بقیه 7-8 تا زخمی، همجور تیر واقعی میزدن، خون ریزی تیر واقعی. ببین بحث سر این الان که تیر رابر که استفاده میشه، تیر رابر هم میتونه که خونریزی داشته باشه. ما میخوایم ببینیم که آیا گلوله‌ای که استفاده شد تیر رابر بود یا گلوله واقعی بود. این خیلی مهمه این بحث. من فقط دیدم که یه نفر کشته شد، تیری که خورد توی دهنه یه جوونه باعث مرگش شد. درست. کشته شد یه نفر رو من دیدم کشته شد، بقیه رو زخمی شدن، نه حالا مردن نمردن ولی همینجوری افتادن دیگه، تیری که زدن زخمی شدن افتادن دیگه، اصلا صداشون نمیتونستن حرف بزنن، بیهوش شده بودن از درد. بعد دیگه از اونجا پلیس حتی اومد رفت سراغ بسیجیا، یعنی که بسیجیا رو بگیره. بعد از اونجا دیگه مردم ریختن، پلیس رو گرفتن، پلیس رو زدن، اونا حمله کردن، قشنگ درگیری شدید. یه دونه کیوسک پلیس فودون رو آتیش زدن، اتوبوس رو آتیش زدن، دیگه اصلا قیامت شد. بعد دیگه یه سری از خودشون بودن توی جمعیت که باعث شدن که اون همه جمعیتی که جمع شده بودن همه از هم پراکنده بشن، یعنی تک تک بشن که بتونن بزننشون و مثلا فراریشون بدن و این کارا بکنن، ولی زیر سر بسیج بود همه این کارا، زیر سر اونا بود و تیر زدن، تیر واقعی فکر میکنم بود. خیلی وحشتناک بود، یعنی مداوم داشتن تیراندازی میکردن. خب بعدش چی شد؟ اصلا هیچی دیگه، همچون درگیری بود و آتش سوزی و شعار و دیگه مردم شلوغ کردن، یعنی اون سکوت دیگه بین رفت، قشنگ شورش شد که دیگه اونا میزدن، مردم میزدن، حمله میکردن. قبل از این شلیک که شدهش همه چی آروم بود دیگه، درسته؟ قبلش آروم، اصلا هیچ کس بداشت در نیامد، همه تو سوق. ما میگم از ساعت 3:30 راه افتادیم، ساعت 9 شب رسیدیم میدون آزادی. درست. 5-6 ساعت راه بود و جمعیت وحشتناک اومده بودن، اصلا باورت نمیشه چقدر جمعیت بود. میگن 1,500,000 نفر جمعیت بود. چقدر؟ 1,500,000 نفر. خیلی بودن. ببین من واقعا سر و ته رو نگاه میکردم و تو این همه جمعیت خیلی منظم توی سکوت راه میرفتن، یعنی فقط پلاکارتای سکوت بود که سکوت کنید، صدا ندین. فقط یه جا که موسوی اومد رده هم مثلا حالا شعار موسوی حمایتت میکنه و این حرفا میزدن دیگه، همونجا که موسوی اومد رد شد. حتی کروبی هم که بین مردم راه میرفت مردم ساکت بودن، کسی حرف نزد. بعد دیگه میدون آزادی که رسیدیم یه سری اصلا اخلالگر اومدن توی مردم که شلوغ کردن، که مردم بازم اونا هم هی ساکت میکردن، اونا رو ساکت کردن، یهو اون آتش سوزی رو گرفت و تیراندازی شد و همه حمله کردن و درگیری شد دیگه. انقدر شلوغ شد، وحشتناک شد دیگه. من از اونجا هی تیکه تیکه اومدم برگشتم که بازم همه خیابونا شلوغ بود دیگه، همون جوری هم درگیری بود. باش خیلی یه نفر کشته